واتقوا الله إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله پر از اجر را از ما بندگانش قبول بگرداند و مهر و محبت این روز جمعه را خدای مهربان در دل همه ما بندگانش جاودانی نگه دارد. النافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت نافع که مولای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بودند، حضرت میگوید از پیامبر گرامی شنیدم که میگفتند لا يدخل الجنة مسکین مستكبر ولا شیخ ضان ولا منان علی الله بعمله. برادران عزیز و گرامی، پیامبری مهربان و دلسوز برای این امت در حدیث گفت و در سخنرانی خود گفت که جنت داخل نمی شود آن کسی که اگر دارای کبر باشد، کسی که اگر حتی مثل یک ذره از دانه ارزن باشد یا از او خردترم باشد، اگر در قلب کسی که اگر از کبر وجود داشته باشد، پیامبر گفتن خداوند جنت را برای متکبران حرام گردانید. و همچنان پیامبر گرامی میفرمود هر کسی که سین سال او به سین سال موی سفیدی میرسد ولی تا حال دستی در زنا دارد، این گونه انسان را هم خداوند جنت داخل نمی کند. و پیامبر گرامی گفتند که سیوم انسانی که جنت نمی رود آن کسی هست که آن طاعت و عبادتی که انجام میتید اونها را باز منت به سوی خدا میکند. من نماز خواندم، من دعوت کردم، من روزه داشتم، من 5 وقت نماز در مسجد میخوانم. وقتی انسان منت میکرد از عبادت خود را به سوی پروردگار، الله میگفت از تو جنت نمیروی. برادران عزیز و گرامی، اگر چنده که 5 وقت نه 50 وقت نماز خوانیم، اگر 1 ماه روزه نه 6 ماه روزه داریم، اگر تا آخر حیات سر ما در سجده باشد سبحان ربی الاعلا گوید، تا حال ما به قدر 1 نعمت پروردگار عبادت نکرده ایم، به ارزش 1 داده پروردگارمان عبادتمان ارزش ندارد. ولی هر چیزی را که پیامبر گرامی قید میکند، این گونه شخصیت ها را در حیات و چشم دیده می شود، به گوش صدای اونها را ما می شنویم. از پروردگار خواهان او هستم که خداوند همان بندگانی عادی و خاکسار بگردان، از وجود ما در برابر کبر، حسد و کینه و عداوت را پروردگارا نیست و نابود بگردان. و خدای مهربان به سوی تو دعا میکنیم که موی سفیدهای ما را اگر مبادایی که در راه نادرست باشند، در راه خطا باشند، غلط باشند، خدایا هدایت کننده خودت هستی، برگرداننده از راه بد خودت هستی. خدایا اونها را هدایت بفرما و در برابر موی سفیدها جوانان خدای مهربان توفیق و خداشناسی و خداپرستیشان را باز هم مستحکمتر بگردان. و خدای مهربان هر آنچه که از عبادت میکنیم تا امروز ننازیدیم، تا امروز فقط شکرگزاری میکنیم که ما از بندگانی هستیم که ذات تو را میشناسیم و به قدر همون استطاعتی که داریم عبادت را میکنیم و خواهان او هستیم که خدایا این را از ما قبول بفرما.
خدای مهربان گذشتگان، پدر و مادر و برادر و اجدادهایی که از این جمعیت ما گذشتند، از جمعیت مسلمین گذشتند، خدایا رحمت و مغفرت بگردانی، بیماری ها را شفای کامل و مسافرها را خدایا صحت و سلامت و خاندانشان برسانی. آمین یا رب العالمین. برادران عزیز و گرامی، الحال من یک چند سوال هایی که نزد خودم دارم، جواب اونها را برای شما مختصرا میگردانم، به خاطری که خیلی از سوال ها نزد ما زیادی بده است. برادرای عزیز و گرامی، خواهش میکردم که دیگر سوال هاتون ارسال نکنین، زیرا که اونقدر سوالی هست که اگر 10 جمعه دیگر من جواب گویم، تا حال نزد من سوال بیشتر است و خدا خواهد ما از جمعه های آینده یا از یک جمعه بعد موضوع دروغ گفتن در عبادت ما چی خلل دارد، چی زلل دارد و آدمی دروغگو در پیشگاه پروردگار چه ارزش دارد. آیا دروغ با گفته بزرگای ما و شما تاریکی ایمان هست یا نه؟ در ایمان ما یگان خلل و یگان خطر پیدا میکند. خدا خواهد من این موضوع را برای شما انشاءالله گوشزد میکنم. السلام علیکم حضرت حاجی مرزا، با یک سوال من جواب گویید. بخششی زیاد، زیرا جواب این سوال را میخواستم زنان شنوند و برای دیگر زنها هم عبرت شود. راستی بار در خانه‌داری مشکلات دارم. مشکلاتم همین است که هرگاهی که در ما خواهش خانه‌داری پیدا شود، ما را زنها قانع نمیگردانند. آیا من میتوانم که با طریق مجبوری خانه‌داری کنم؟ برای من همین گناه نیست یا چیز دیگری؟ من برادر عزیز و گرامی این مسئله را فکر میکنم یک بار دیگر هم جواب گفته بودم، از یادم نرفته باشد که الحال از من دو سوال کردن، یک سوالای تعجیلی که در همینجا حضور دارن. اگر انسان با زن حلالی خود وقتی که خواهش خانه‌داری پیدا می شود، اگر زن راضی شود خوش به حالش، اگر زن رد نکند خدا پدر و مادرش رحمت و مغفرت کند. زنی صالحه، زنی پارسا، زنی خداجو، زنی که سعادت دنیا و آخرت برای او اگر لازم و در کار باشد، هرگاهی که میل مرد پیدا شد، او دیگر باید که رد نسازد. برعکس خواهران، مادرای عزیز، این منبر جایی نیست که گویم که این مسئله هایی باشد که گفتن اینها یگان عیب داشته باشد یا گفتن اینها جای بی‌حیایی باشد. نه، زیرا که هر چیزی که در حدیث یادآور شده است با خود حکمت دارد. ببینید، من وقتی که درباره حقوق مردها بیان میکردم، بعد آنه که من 4-5 جمعه درباره حقوق زنها صحبت داشتم که زن بالای ما چه حقها دارد، دنبال او من درباره حقوق مردها صحبت میکردم، حدیثهای رو میخواندم که اگر مرد خواهش با زن یک جای شدن داشته باشد، اگر چطی که زن بالای شتر یا زن اگر نزد تنور نشسته باشد، باید که خواهش مرد اجرا کند. اگر اجرا میکرد، بشارت پیامبر گرامی در حدیث ها همین بود که تا بروز ملائکه ها در حق این گونه زنها رحمت میفرستند و طلب مغفرت گناه ایشان میکنند. زین خاطر خواهر عزیز و خواهرایی که صدای مرا من بدم میشنوین، اولا رضاگی شوهر برای شما بی‌نهایت در کار و لازم و واجب. شما یقین دانین که اگر پدر و مادر از تو راضی باشد، دادر و خواهر و اولادت از تو راضی باشد و همیشه در حق تو دست بردارن و دعای خیر کنند، ولی شوهر راضی نباشد، بوی جنت به مشامت نمیرسد. اینو فراموش نکن. بزرگترین حق
اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها، بزرگترین حق را خواهرای عزیز بالای شما شوهرهاتون دارند. اگر از طرف پدر و مادر دعای خیر، از جانب شوهر دعای بد، خاتمه تو خدا داناست که خیلی و خیلی تاریک است و خیلی خیلی ناراحت کننده برای توست. برای این بازم آنکه باید که شما خواهش مرد اجرا کنین، دیگر این که شما قرضدار هستین در این مسئله که باید قرض مردها را ادا کنین. اگر یک انسان قرضدار باشد، آیا قرض او را گرداندن در گردنش واجب است؟ در گردنش ضرور است؟ در مسئله خانه‌داری هم زنها از مردها قرض دارند. همچون یک انسان قرضدار تا زمانی که شوهر همراه تو حیات است. خدا رحمت کند زنهای دوره اصحاب پیامبر را که شوهر ناخواسته، شوهر میل ناداشته، شوهر اشاره ناکرده خداها پیشنهاد میکردن، خداشون پیشنهاد میکردن. برای این دادر عزیز، اگر با شرطی که صحبت ما را رسانی و این خواهر ما مبادایی که این رفتار خود تغییر داد بسیار خوب، ولی اگر رفتار تغییر نداد، شما حق مجبور خانه‌دار شوی دارید. شما میتونید با طریق مجبور با اونها خانه‌داری کنید. ولی حتی در کتاب ها هم خبرش آمده است که وقتی که زن راضی باشد، شوهر راضی باشد، شوهرم راضی، زنم راضی، هر دو میل دارن، خواهش دارن، وقتی که یک جایه میشوند، از اونا با فرزند صالح و فرزند خوب به دنیا می آید. فرزند حتی که به نقص و به کمبود به دنیا می آید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان آفرید، سخن گفتن در زبان آفرید. السلام علیکم داملای شان حاجی مرزا. ما عاشقان عالمان علم و عاشقان مدرسه محمدی دعا کنید که خداوند به مقصد و آرزوهای نیکمان برساند. در حق ما خواهران اسلامی مسچا و در حق پدر مادر برادران خواهران استادانمان دعا بکنید. ما طالب علم دعا کنید تا الله به ما و به همه علم با عمل نصیب بگرداند. التماس التماس التماس. با شما سوال دارم. کودک مسلمان نابالغ وفات کند، مسلمان باشد، ولی کودک کافر نابالغ باشد وفات کند، حالش چی می شود؟ البته چگونه ای که فرزندای نابالغی که از ما و شما میگذرد، مردم مسلمان مؤمن، همه اینها دستیار و شفاعت کننده برای پدر و مادر در روز قیامتند. ولی فرزندهای آدمانی که مسلمان نیستند، مؤمن نیستند، ایمانی به قرآن ندارند، ایمانی به رسول الله ندارند، اینها را هم هر خیل قولها در اطراف اونها هست و خبر دیگری که زیادتر در کتابها آمده است این است که اینها خدمتگار اهل جنتند. و در یک روایت دیگر خواندم که اینها در داخل جنت نه بلکه در اطراف جنتند، ولی برای جنتی ها خدمت میکنند. بعضی از شاگردانمان میخواهند که حافظ قرآن شوند، بعضی آنها در سن 5 سالگی، ولی که بعضی آدمان میگویند که قرآن را با دستش نگیرد، حال آنکه این کودک نابالغ است. گناهگار می شود یا نه؟ گناهگار نمی شود. کودکایی که 4 ساله و 5 ساله و کودکانی که گویم تا سن بلاغت اگر قرآن هم در دست گیرن، اینها گناهگار نمی شود. میتونن که قرآن را هم با دستشان دارن، اگر چنده که طهارت هم نداشته باشند، ولی اگر اونها را آموختن که به طهارت به قرآن نزدیک نشو، اینش البته به البته باز خوبتر و بهتر است. خب برادرم میخواهد که سراینده شود، یعنی غزلهای اسلامی را بخواند. استاد با این سوال جواب بگردانید، کاری او درست است یا نه؟ باز از شما خواهش میکنم در حق خواهران اسلامی ناحیه مسچار دعا کنید. البته مثال برادرای ما اگر از غزلهای اسلامی خوانند، مقصد هر یک
مصرع‌هایی که اونها میخوانند برای دلالت اخلاق حمیده ما باشد و هر یک قصه هایی را که با طریق نظم هستند اونها را اگر برای ما و شما خوانند تا که برای ما و شما یک ایمان هامان کامل و ایمان هامان نورانی و ایمان هامان قوی شود، این باکی ندارد. ولی اون سرودهایی که از اونها یگان معنی و یگان خوبی حاصل نمی شود که امروز بسیاری از برادرای ما دنبال همین کار میگردند، از این البته دور باشیم و در یگان کاری که حلال و یک کاری که صحیح و یک کاری که درست است دنبال او باشید. خدا خواهد در این شما برکات میگیریم. السلام علیکم. اکای داملا حاجی میرزا، من تاکسی شده کار میکنم، یعنی مسافرکش. خوب میشد یک نصیحت برای آدمانی که سراستیمن راننده ها رو مجبور میکنن که ما تا تیز حرکت کنیم. خب همچنان در راه ها با یکدیگر تیز هی میکنن، از یکدیگر میگذرن. داملا در اطراف این چی گفتنی دارین؟ دادرای عزیز، ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما ولا تلقوا بایدیکم الى التهلکه. آیاتایی که در قرآن خدای مهربان خبر داده است، معنا این است که شما به دستهای خودتان به هلاکت نرسانین، شما خودهاتان نابود نکنین، زیرا که پروردگار برای شما رحیم و مهربان است. برای همین دادرای عزیز، هر کسی که شما را سراستیمه میکند یا برای تیزهی کردن شما را یگان سیاستی میکند، شما فراموش نکنین که صاحب ملک شما این، ماشین از آن شما هست. اگر این خیل جوانهایی که گویم بی فهم و بی اندیشه هستند، اندیشه ندارند، فهم ندارند، هزارها جوانهایی که در این کار جان به حق تسلیم کردند، برای اونها درس نشد، شما اختیارتان در دست خودتان هست دادر. میتونین که اونها را نصیحت کنین، میتونین اونها را گفتگوزار کنین، میتونین برای اونها چند واقعه هایی که شده باشد برای اونها حکایه کنین. بینین که تماما جای ندارد و تماما فراست ندارد، تو حق داری از ماشین پیشش کرد. برای تو دیگر این خیل شخصی که برای 20 سوم یا 30 سوم یا 40 سوم او تمام سختی ها و بدگویی های او را تو طاقت میکنی، خیلی اونش به تو وابسته. ولی اگر من در جای شما باشم، هیچ وقت این خیلی انسانی که بی فهم و بی اندیشه است، وقتی برای چیزی بیان میکنی قبول ندارد، در ماشین سوارش نمیکنی، بگذاره و در کدام ماشینی که میخواهد رفتن گیرد. دادر عزیز، شما صاحب ملکین، شما حقوق همه در دست شما هست. فقط شما دادرها کوشش کنین که هر یک همون نفرهایی را که مسافرهایی را که شما سوار میکنین در راه همون صورتهایی که میانه هستند. من گفته بودم یک بار که در 120 حاضر فتوا هست که اگر کسی که در راه در صدمه زند، چی خودش چی نفرهایی که جانبدار همون سرعت بودن، همه اونها مثل خودکش، که خودکش شما میدونین که حرام میمرن، اگرچنده که در 3 مذهب خواندن نماز خودکش جایز است، ولی اینا بسیار ارزش ندارن، قدر ندارن و بسیار در نزد پروردگارشان موجب عذاب قرار میگیرن. برای این شما از همین صورتهای معین شده دادر عزیز تیزهی نکنین و دلالت کسی را هم در این باب قبول نداشته باشید. اینقدر حتی بینین در بسیاری از ماشین ها چه چیزهایی می نویساندن، کلمه های همین خیلی پند آمیزی می نویساندن. صورت حرکت را از 100 بیشتر نکن، بلکه 100 سال حیات ببین. با طریق های روسی می نویساندن. راه کیهان نیست، مراد صورت حرکت در کیهان بیشتر است و تیزتر است. در راه با این سرعت باید انسان حی نکند. می نویساندن که راننده تو را در خاندان زن و فرزند منتظر است. این چی عجیب پندهای خوب می دادن، ولی برای این پندها را قبول کردن گفت حضرت مولوی که گوش باید که بشنود این را، بکند فکر جان شیرین را.
چشم باید که عبرتش بیند، بر سر جاده عمل شیند. عقل باید کار فرماید، مرده را بیند و به خود آید. انسان باید که هر یک چیزی را که میبیند باید عبرت گیرد. برای من برادر عزیز، شما صاحب ملکین، حق در دست خودتانه، میتونین که این گونه بچهای بفهم از ماشینتان پیش کنین، سوارشان نکنین. اگر چنده که شما را 100 سامان هم کتید، بگذار از این خیل پیشنهادها شما دور باشین. سلام داملای مهربان، من یک خواهر اسلامی شما از شهر کولاب. من با سخنهای شما خیلی اعتقاد دارم. من میخواهم که با شما یک سوال دهم. من زنی شوهردار، صاحب یک فرزند میباشم. من زنی بودم که 5 وقت نماز رو میخواندم و لباسهای اروپایی به بر میکردم. این شوهر در زندگی ما را سترپوش و در دین اسلام با خبر کرد. این شوهر در زندگی ما را خیلی عذاب داد از حساب رشک، چون که او رشکی بسیار داشت. مرا از خویش و تبار از همسایه‌ها محروم کرد. حالت میشد که همسایه یگان حاجت به خانه ما می آمد، من زن همسایه را روبرو شدن نمی توانستم، ولی از چشم شوهرم پنهانی کارش را بود می کردم. آیا من خطا کردم یا نه؟ همین را فهمیدنی هستم. در حق ما دعا کنید. گفتم اکنون خواهر عزیز، در مسئله رشک باید که شوهر رشک داشته باشد. شوهر بی رشک نمی شود. رشک، خواهرای عزیز، معنا این است که هیچ وقت شوهر نمی خواهد که شما در نظر مردهای بیگانه باشین. وقتی که مرد زن خود با خواه همسایت باشد، خواه همسینفت باشد، خواه بچه عمک تقاد باشد، وقتی شما را روبرو گپ زدن میبینن، انامون ایمان است. انامون رشک از داخل ایمان است که مرد ناراحت میکند. مرد بسیار بدبین میکند، بدگمان میکند. السلام علیکم اکای حاجی میرزا. در وقت صبح که وارد مسجد میشوی، آدمان در داخل مسجد نشسته تا رسیدن وقت فرض با ذکر و کتابخوانی و تلاوت مشغولند. سلام دادن در این حالت درست است یا نه؟ بعضی شخصان میگن که نادرست است، بعضی ها میگن که هیچ گپی ندارد. در این حالت سلام تیم یا نه تیم؟ در این حالت خوانده ایستادن، بعضی ها تسبیح گردانده ایستادن، یعنی به یک عبادت مشغولن. ما حق سلام کردن با اونها نداره و اگر ما بودای سلام دادی موضعش نیست، ولی فقیه های ما میگن که با دل جوابی و یک گردان و ایلا جای موضعش هم نیست. مثل همین دادره عزیز، وقتی یک آدم اذان میتید، همون حالت سلام نیست. یا حتی بینین آدم وقتی نماز میخواند که اگر السلام علیکم گویی، او در داخل نماز گد و علیکم السلام، نمازش فاسد میشود. یا حالتایی که ما و شما طعام میخوریم، در بسیاری از معرکه‌های ما و شما همین حالت هست که دستمان در داخل طعام هم که باشد، اگر یک نفر در آید، مقصد با خودش یک قانون دارد، تا من با شما سلام نکنم دلم قرار نمیگیرد. گفته 10 یا ممکن از 10 هم بیشتر ناراحت میکند. خوبترش همین از برادر از امر معروف بیزار شدیم. میگویند که ما از شنیدن امر معروف گوش کردن با همین درجه های پستی رسیدیم. بهای این حاجی ها آیا چیست و ما جوان ها از اینها چی عبرت میگیریم؟ اینجا یک مکتوبی دراز است، مقصدش همونجا یک، من اکنون ناحیه‌اش نخواندم کدام ناحیه هست، 1-2 حاجی بود از مردم که خواهش امر به معروف گوش کردن دارن، مقصد یکان ثبتای باشن که میبرن گوش میکنن. برادرای حاجی ما از امر به معروف بیزار شدیم، ما به همین درجه ها رسیدیم و حتی که یکان نفری را خواهش کنیم که بیاریم امر به معروف کنن، صد راه میشوند. مقصد مراد از همین حاجی ها چگونه حاجی هستند. دادر عزیز، شما فریفته نشین. شما در همون شخصیت هایی که نام حاجیگی دارن، بگذار نام داملاگی دارن، بگذار نام شیخی و ایشانی دارن، وقتی در همونها شما کمبود دینی را میبینین، وقتی در همونها نفرت بر دین را میبینین، اونها دیگر عنوان حاجیگی ندارن. برادرای عزیز و گرامی،
اون حاجی ها و اون ملاها و اون شیخ ها و ایشان ها و مولوی هایی که همین خیل عنوان ها دارن ولی وقتی میبینی که در دین خلل پیدا میکنن، ضرر پیدا میکنن، اونها دیگر او عنوان ها را صاحب نیستن. اونها دیگر نه حاجیان و نه ملاهن و نه ایشانن و نه شیخن. دادار عزیز، برای شما هیچ وقت با اونا پیرو هم نشوین، با عملهای اونا اهمیت هم نتین. اینقدر دانین که خداوند اونا را همچه یک بندای بی سعادت گردانیده است. بسیار از امون گفت شیخ سعدی که خر عیسی گر برش به مکه، گرچه آید هنوز خر باشد. عاقلان این سخن نکو دانند، زاده خر همیشه خر باشد. رفتن مکه، رفتن مدینه، طواف خانه کعبه و آمده در اینجا علیه امر به معروف و نه از منکر مبارزه بردن، این چی معنی دارد؟ دادر عزیز، تو با چشم سر میره قدمگاه پیامبر تا میبینی، با چشم سر بنیاد خانه کعبه را میبینی، تا جای آمده ایمانت قوی تر، با پند و نصیحت بیشتر داده شوی، بچه ها را نصیحت کنی و دیگر کارها را پیشه کنی. وقتی که علیه اینها میبرایی، از پیامبر گرامی پرسیدن حج کی قبول است؟ پیامبر گفتن حج آن کسی که پیش از حج عملهای بد داشت، وقتی که از اونجا گشته آمد خیلی آدم صالح و آدم نیکوکار شد، یقین دانین که حجش قبول شده است. ولی وقتی میبینن این خیل رفتارهای رذیله و بدبختانه داری، تا همون خری عیسی علیه السلام که رفت مکه و گشت آمد تو همون هستی، تا از او دیگه بالاتر نیستی. برادر عزیز و گرامی، همه ما باید که داعی باشیم، همه ما باید دعوتگر باشیم. شما فراموش نکنید که دعوت خاصه فقط صاحبای محراب و منبر نیستند، خاصه همه ما و شماست. همه ما، اینما انا مبلغ و پیامبر، من مبلغم گفتن، من رساننده هستم. همه ما با قدر همون دانش و شنیدگیمان، با قدر همون قدر استطاعت و قوتی که داریم باید دعوت کنیم، باید که برادرامون به سوی راهی نیک، راهی درست ما و شما دعوتگر باشیم، هممان زن و مرد ما. السلام علیکم بابای حاجی، سوال چنین است، در همین تلویزیون ها باریدن برف و باران را پیشگویی میکنند، خب آیا به اینها باور کنیم یا نه؟ این علم دادرای عزیز، مثلا آمدن باریش امروز خبر میتن که پگاه ساعت 10 باران میبارد. این یگان جایی تعجبش نیست، ما باید باور کنیم. این علم است دادرای عزیز. ولی آن چیزی را که از آمدن باریش تا قیامت علمش معلوم نیست، که خداوند میگه 5 چیزی را که من میدانم کسی نمیداند، ان الله عنده علم الساعه و ينزل الغیث و یعلم ما فی الارحام و ما تدری نفس بأی ارض تموت. پروردگار خبر میتید علم قیامت به کسی معلوم نیست، کی قیامت میشود فقط الله میداند. و ينزل الغیث، آمدن باران خدا میگوید من میدانم. ولی مفسران میگویند که نه این بارانی که الحال میبارد، نه با ضرر میبارد یا با فایده، خدا میگوید علمش من میدانم. باران آمدنش اگرچند امروز علمهای حاضره اثبات میکنند که بعضی وقت همونها هم غلط و خطا میکنند، گاه وقت میگویند فردا باران میشود، باران نمیشود. ولی خداوند میگوید که همون آمدن باریشی که بر زمین میزند با ضرر میآید یا با فایده، اینش پروردگار میگوید من میدانم. ضرر و فایدهش علم امروزه اثبات کرده نمیتواند که همین باران زلال دارد زمین ده یا فایده، ولی آمدنش هیچی باقی ندارد. اگر گوینم جای تعجب نیست دادر عزیز، این علم است. شما خوانین همه اینها را فهمیدن. البته به البته در آیات های قرآن، در حدیث ها، اجتهادهای مجتهدین خیلی کوشش های زیاد کردگن در این باب ها. فقط ما و شما رو به سوی خواندن کنیم، این تعجب ها از ذهن ما و شما دور می شود. فقط این قدر شدانه که ضرر فایده او را کسی نمیداند و جز پروردگار. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما یک گروه مسلمانان در شهر چیلیان بیسکی روسیه کار و زندگی میکنیم. التماس با این سوال ما جواب گردانید.
در بازار ما در یک دکان گوشت فروشی گوشت گاو، گوسفند و خوک فروخته می شود. خریده و استعمال گوشت گاو و گوسفند به ما جایز است یا ناجایز؟ اگر شما بینیم برادرای عزیز که اگر با همون تبری که گوشت خوک میده کرده می شود، با همون اگر گوشت گاو و یا گوشت گوسفند میده کرده شود، شما پرهیز کنید از آن گوشت ها خریداری نکنید، پرهیز کنید بهتر است. ولی درباره گوشت گاو و گوشت گوسفند که اگر اونها اهل کتاب باشند، برادر از گپ درباره اهل کتاب می رود، اونها اگر اصلا اهل کتاب باشند و با کتابی که به حضرت عیسی علیه السلام نازل شده است ایمان داشته باشند، ولی افسوس که اون کتاب اینقدر تحریف زیاد شده است، تغییرات های زیاد از جانب انسان ها در داخل کتاب هاشان در آوردن. اگر اهل کتاب باشند، خداوند قرآن در سوره مائده در خبر میتید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم. طعام اهل کتاب برای شما مسلمان ها حلال است و طعام شما ای مسلمان ها برای اهل کتاب حلال است. خداوند طعام اونها را به ما، طعام ما را به اونها حلال گردانید. برای همین اگر اهل کتاب باشند، زیرا که امروز بسیاری از همون مردمی که در همون جهان گویم که با گوشت فروشی و با سوداگری ها مشغولند، اونها خود اهل کتاب هم نیستند. حتی خداشان اقرار هم بسیارشان که ما به یگان کتاب ایمان هم نداریم. برای همین ها شما پرهیز کنید دادر از این. من حرام گفته نمیتونم، به خاطری که نص قرآن است حلال میگوید طعام اهل کتاب را. حقیقتا اهل کتاب باشند برای ما طعامشان حلال است. ولی در همون دولت‌های روسی هم امروز میبینیم خیلی امکانیت‌های زیاد برای خریدن گوشت حلال پیدا شده است. زیاد دکان‌های هستند که چه از همین مردم خودمان و چه از مردم تتر و چه از مردم آذربایجان و از هر ملت‌ها با خود دکان‌های گوشت فروشی دارند. میتونین رفته از همون مسلمان‌ها آزاد خرید، دیگر نه شک و نه شبهه باقی نمیماند. من یک دختر اسلامی هستم، بسیار میخواهم که پدر و مادرم نمازخوان باشند، ولی افسوس که از نماز دورند. داملای عزیز، از شما بسیار خواهش میکنم که در حق پدر من دعا کنید و من خواهر اسلامی شما از شهر قیراقوم ولایت سوخت هستم به نام اسماء. خدای مهربانی خواهر ما را بازم ایمانش کامل و خواهشش که پدر و مادرش هدایت یابند و پدر و مادرش اهل صلات شوند. خداوند این پدر و مادر هم اهل نماز گردانه و همیشه دعاگو در حق فرزندها باشند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملای شیرین سخن. ما یک گروه مهاجر از ناحیه حصار، مسافر از ناحیه حصار در شهر کلاب به یاری آمدیم. از شما خواهش میکنیم که در حق ما و گذشتگانمان یک دعای خیر کنید. برادرای عزیز و گرامی، شما مردم کلاب آگاه هستین که با امر تقدیر و اراده پروردگار بوده است که در این شهر ما و شما یک مصیبت و یک مشکلات وزنین بالای خلق آمد. خیلی مردم سرسان و سرگردان شدند. بسیاری از برادرها حیات را پدرود گفتند، خدا رحمت و مغفرتشان کند. ولی من چند بار منتداری خود من از همین منبر بیان کردم، بازم بیان میکنم که برادرای ما از تمام اطراف و اکناف جمهوری به این مردم آسیب رسیده و به این مردم در مشکلات روبرو شده بسیار کمک ها کردین، بسیار یاردم ها کردین، هم مالی و هم جانی و هم زبانی. خداوند عزت شما را دنیا و آخرت در بلند و خداوند همه این سختی ها و مشکلات را خدا از منطقه های شما دور گرداند. علل خصوص خداوند دیگر بالای این مردم این مشکلات و وزنینی ها را نیارد. برادرای عزیز و گرامی، من هم دیروز همون جایی که خانه می سازیم که یک خانه هم به ذمه ما هست، خدا را شکر که کارها البته در الحمدلله که در پیش بسیار خوب رواج دارد، رفته ایستاده است. بسیاری از برادرای ما بسیار دستگیری های خوب هم کردن.
حتی از مسجد صداوی گویم شهر لنینگراد که ما یک اعلان کردیم، کسی به اونجا خبر داد که داملا امرالله از افتوکزل ما را زنگ زدن که تا 4000 سامانی را همونها روان کردن که حاجی را بگو ده حقمان دعا کنه و در همون خانه ای که وظیفه دارد همون جمعی پول صرف کند. یعنی تمام جایها خدا را شکر که کمک های خود روان دارند. تمام مردم در همون دشت ها خانه ساخته ایستادند. از این خاطر همیشه دادرای عزیز، برادرای مهربان، علاخصوص مردم کولاب، در حق همه اینها شما همیشه دعاگو باشین که خدا را شکر که از کجاهای خسته آمده همینجا پلاتکه زده شب و روز خوابن برای این مردم ضرر دیده خانه می سازند. به خدا خیلی جای تحسین است. البته این به دستگیری رئیس جمهور نیست، رهبر دولت، غمخواری‌هاش است و دعوت‌هاش است، دلالت‌هاش است. ولی امروز می‌بینیم که تا 3 خانه و 5 خانه و 10 خانه بعضی مردم ساخته ایستادند. خداوند در عمر جانتان برکاتی اد. خداوند شما را بی درد و بی غم کند. بسیاری از برادرایی که همینجا خانه سازند اینجا میان جمعه میخوانند. خدا قدم‌هاشان در حسنات نویسد. ان شاء الله همه این پاداش دارد، همه این ثواب دارد. ولی به هر حال هم باز ناگفته نماند. اکنون من همه جهت باید که گفتگوزار کنم. از همین حالتها بسیاری از برادرها بعضی سوء استفاده هم میکنند. از همین حالتهای تنگی که وجود دارد بعضی برادرها بعضی سوء استفادگی هم وجود دارد. بعضی شخصایی که شاید ضرر ندیدن خود در قطار همون ضرر دیدگی ها پرتافتند. خب یا بعضی شاید از جهت های دیگر پیدا کردن بعضی از مالیات به دست میارن. فراموش نکنید که در این خیل حالت قسم به نام خدا یک تنگه اونها از 100 گوشت خوب حرامه برای ما و شما. یک تنگه شون اونها را ما در این خیل صورت خیلی مثال آدمی که خود محتاج و تشنه و گرسنه است، ما مثال شکم مانسیر و ما دارای امکانیت با از پیش اونا کنده میگیریم. آیا می ظلم در حق ایشان نمیشود؟ برای همین کوشش کنیم که از این حالت ها استفاده نبریم. از این حالت ها فقط ما دست یاری دراز کنیم. هر چی دستمان می آید غمخواری کنیم. چیزی نداریم در حقشان همیشه دعاگو باشیم. السلام علیکم بابای حاجی، من سوالی دارم، التماس جوابش را گویید. سنگ مزار در سر قبر ماندن یا گذاشتن تا چه اندازه درست است یا نه؟ التماس پورا فهمانید. مخلص شما از ناحیه فرخار. سنگ مزار برادرای عزیز و گرامی، همه اینها عرف و عادت‌های همین وقت‌های آخره. این سنگ مزار یگان حکم و یگان دلیل و حجتی که شریعت ما را مجبور کند که من بالای قبر پدر و مادر و قدردانم یک سنگ را تراشیده و زیب و زینت داده و نوشتجات در او داخل کرده و برده در بالای قبر گذارم و من در این کار خودم ثواب میگیرم، همچنان خبر در کتاب نآمده است. فقط وقتی که حضرت عثمان ابن مظعون که صحابه پیامبر بود از حیات گذشتن، این در صحیح بخاری میگذرد. بعداً وقتی که خاک بالای ایشان پرتافتند، پیامبر گرامی یک سنگ کلانی را آورده و در نزد سر حضرت عثمان ابن مظعون گذاشتند. از همین مجتهدهای ما حجت میگیرند که بالای سر اگر همون قبرستان هایی که داریم یک سنگ را برای نشانه برده اگر گذاریم، همین جایز، همین درست. ولی شما فراموش نکنید که بالای قبر گچکاری کردن در اسلام حرام است، نهی هست. پیامبر گرامی نهی کردن که شما قبرهاتون از زینت نتید، گچکاری نکنید. ولی ببینید قبرستان ها در کدام حالت قرار دارند. میلش آخر وقتی یک قبر میگوی این قبر کی باشد، قبر فلانی اوف میگویند، خب فکر میکنند که همون فلانی اوف شریعت است، یا همون فلانی اوف همین کار کرده است، یا میدانی قبر بابای داملا فلانی میگن و میلش کسی باشد. و وقتی که شریعت نهی میکند این با داملا و با فلانی و با فلانی کار نداره. سخن پیامبر گرامی عام برای همه است. پیامبر گرامی نهی کردن که در بالای قبرها نوشتجات نباشد. ولی میرای ببینید چقدر نوشتجات ها در بالای قبرها.
تا آیت های قرآن هم می نویسند، تا حدیث های پیامبر نویسنده شدند. گردای قبر را ببینید چقدر غیشچینی ها، چقدر قصرها در بالای قبرها شدگی. برای من دادرای عزیز، برای شما همو ریزاگی پدر و مادر راضی باشد، همین حیات در دعاشا گیرین. برای نمو زیرکی خواب در پرتوینش همو خاکی که هست بالاش گردانو، در حقش دعا کنو، گاه سری قبرش را طلب مغفرت در حقش بکن. حتی در همو جا یک سنگ بالای سنگ نگذار، همو ارواح پدر تو راضی است. یک سنگ بالای سنگ نگذار. اگر تو برای مثال خدا کنی و ریزاگی خدا و برای ریزاگی همو گذشته، تو در حقش طلب مغفرت کن، شرایط درست، در حقش خیر احسان کن. با جوره های پدر جورگی را نکن، جورگی را دوام دادن بگیر. مرحمت پدر از تو راضی، روحش از تو راضی. ولی بگذاشتن این سنگ ها این معنی را ندارد که ما کاری را در شریعت انجام دادیم. نه، برعکس خللی در شریعت آوردیم. شما ببینین جنت البقیع را ببینین در مدینه منوره، هر بزرگای هستن که به نام خدا خاک پای اونها از هزارها ما و شما بهترن، ولی عادی در یک قبر خوابن. گفتی حضرت مولوی جنون اگر گورت همه نقش و نگار است، چی سود پر در لحد گر اژدهار است. چی فایده داره هزار نقش و نگارش کنیم و درونش خراب باشه، چی در کاره؟ خدا قرآن میگه فما یعمل مثقال ذره خیر یره و ما یعمل مثقال ذره شر یره. مثل یک ذره اگر نیکی کنی پاداش نیکی میگیری، اگر بدی کنی برای تو بدی میرسد. هر چند زیب و زینت هم که تیم ولی خود ما صالح نباشیم، برای ما زیب و زینت یگان نفع و فایده ندارد. حتی برای آدمی صالح این زیب و زینت ضرر دارد. آدمی که صالح، آدمی خوب وقتی میبریم بگرانیم و قبرش به این شکل میاریم، همون ذات، همون حضرت حتی ناراحت میشود. افسوس که ما را درک نمیکنیم. خداوند عاقبت همه ما و شما را به خیر بگرداند، ایمانهای همه ما و شما را خدای مهربان با سلامت نگه بدارد و این جمعه را که خدای مهربان ما ادا کردیم با فضل و کرمت خدایا قبولش بگردانی. قدم هر یک بندگانی که در این خانه تو گذاشتند خدایا حسنات نویسی و همه کمبود و سهو و نافهمی ها و غلطی که در حیات کردیم خدایا با فضل کرمت نابود بگردانی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين يا رب العالمين. واتقوا الله إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. پر از اجر را از ما بندگانش قبول بگرداند و مهر و محبت این روز جمعه را خدای مهربان در دل همه ما بندگانش جاودانی نگه دارد. النافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت نافع که مولای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودند، حضرت میگوید از پیامبر گرامی شنیدم که میگفتند لا يدخل الجنة مسکین مستكبر ولا شیخ ضان ولا منان علی الله بعمله. برادران عزیز و گرامی، پیامبری مهربان و دلسوز برای این امت در حدیث گفت و در سخنرانی خود گفت که جنت داخل نمی شود آن کسی که اگر دارای کبر باشد، کسی که اگر حتی مثل یک ذره از دانه ارزن باشد یا از او خردترم باشد، اگر در قلب کسی که اگر از کبر